یو گایز چطورین؟ دنی بیاچه از همه خوش اومدیم به ویدیو دیگه. تو این ویدیو میخوایم یه آنباکس میلیونی انجام بدیم که اینجا دوتا دوربین داریم، یکی این و یکی این. سلام. از اول این رو اول اینو عوض میکنیم. یه ذره بچرخونم. عالی. خب رفت. مسلما اول از چیزای بی خود شروع میکنیم تا برسیم به چیزای بزرگتر. اول که چیز خاصی نیست، دو تا فلشه که اینجوری بازش میکنن. و این اون یکیشه. دو تا فلشمون که دو تا فلش ساده است، چیز خاصی نیست. اینا رو میذاریم پایین. نمیدونم صدا خوب بیاد یا نه. و آره دیگه ببخشید دیگه. اینم یه سراحیه یا ترانس محافظ، هرچی که بهش میگن. خیلی بزرگه. اینه که پشتش هم جادار و 6 تایه و آره دیگه. نه منتقل میکنیم به طبقه پایین. الان میریم واسه این که مثبته. مثبت خودم الان اینه و میخوام با این مقایسه‌اش کنم کدوم بهتره. این که قطعا خوشگل‌تره چون قیافه‌شو خیلی دوست دارم. نم خوب فوکوس کرده باشه یا نه. اینه و این داره چیز شده. این که جنسش تقریبا یکیه، هیچ فرقی نداره و از هومرو سفارش دادم. هومرو هرچی که. و این نقشه جهانه. ایران کوش، ایران این داره. این هم ایرانه و معلوم باشه یا نه. واسه این یکی نورش خیلی بهتره. حالا اگه
معلوم باشه این گربه ایران ماست و از نظر کوالیتی کیکه، فقط مال چاپش ذره ضعیف بد نیست. بریم فر و نمیدونم اول اینو باز کنیم یا این. اول اینو باز میکنیم. یا اینو واسه این که PS خوره، که هم به PS هم بخوره هم به PC. چیکار توش برو اون بر. و این دفترچه‌ایه که فکر نکنم کسی بخونه. اینم آموزش وصل کردنشه. این سراغ خودش خوشگله جدی. این چیزشه، قیافشه. و اینو باز کنیم. سلام سلام و زهر مار. شبیه موندار شدم. و اینا میذاریم زیر. بریم سراغ وبکام که اینو از اینجا بازش میکنیم. که گارانتی تخت جمشیدم داره. و آره من چجور باید بازش کنم. آها از سفته یه ذره بیارم پایین تر. حالا خوش. خب نه هم گفتیم که وبکام باز میکنیم. ای بلحجی دوتا استیکر رد دراگون داره که وبکم رد دراگونه. و وان شاتت چی بود؟ مدلش چی بود؟ یادم نیست مدلش رو تو ادیت می نویسم. اینم دو تا استیکر رد دراگونه. این دفترچه زیرشه ندیدم. نفکرم واسه بس شدنشه. چیز خاصی نیست که هیچکی نمیتونه. چه سخت در میاد. لعنتی در بیادی. چقدر ازش چیزی میاد. فکرم واسه تمیز کردن لنزه. لیو تمیز شد تقریبا. در بیا. در اومد. این فکرم با این روشن خاموش میشه جوری که تو ویدیو دیدم. اینم هم 360 و کیفیتش 1080 ولی CFPS. دو تا میکروفون هم داره خودش و رینگ لایت هم داره. زوم میشه ولی زوم آوتش رو نمیدونم.
تیمش ای وای چه کوچیک لنزش درشون داریم سر جاش به همین زیبایی سیمش هم درازه فکر نمی‌کردم انقدر دراز باشه و خیلی چیز خوبیه حالا تو ویدیو میبینم که چیه و چجوری میشه و اینا تا هم رو اینجا زباله زیاده شما بریم میرسیم به میکروفون تاوس وایت شارک چه لحجه گرفتم که اینم اینه این یو اس بی اینم اینستا تیک تاک یوتیوب فیسبوک تاوس وایت شارک و اینا نمیدونم چیه فکرم مال صدا و ایناشه پشتر میکروفونی دیدم جلدش داشتم چیز میگم ولی یه دفعه دیدمش اینا کجا بود؟ گوش اسمم سیمش یه ذره کوتاهه ولی اگه چیز باشه نمیدونم وی نزدیک بود ای بله چی پاویشه پاویه این کابلش کیبل ناجی درازه خوبه میرسه اینقدرم کوچیک نیست که اونجا کوچیک بود آره نم مال میکروفون باز مال پایشه حالا باید وصلش کنم اینم اسپنجشه که شکلش کامل خراب شده و باید یه جوری درستش کنم اینجا گارانتیه؟ نه نمیدونم I don't know و میرسیم به اصل کار یکی دو سه نه کوچیکه ولی به درد میخوره جوری که من دیدم چیز خوبیه ولی یه لحظه ترچش این رو اینشو تکون که میکروفون کجا باشه میکروفون کجا باشه صاف میکنیم بذاریم اینجا
رفت اینجا که یکی گروه بینم که میخوره اینجا و اینو بذارم اینجا. یک کاری دست من گذاشتم اینجا، ولی خب فیس بدی داره همچنین میشه درستش کرد. این الان وصل نیستم، فکر کنم ابتداش اومد بعد رو کامپیوتر تستش کرد. خب این هم میزنیم اینجا و میریم سراغ آخرین و تقریبا بهترین چی. میرسیم به این صندلی گیمینگ، ولی اینجا شو یعنی بیش با لوگوی خودم. آره راحتیه. شاید بگین چرا بازه، چون آوردمش خونه. حالا یه لحظه اینو بیارم این بالا پایین میشه، ولی این میشه ولی سخت. چرا؟ چون دسته تنظیم ارتفاعش شکسته. این یه خورده چیز شکسته و واسه همین بازش کردن، ولی هنوز فاکتور اینا روشه و میخوام اینا رو بکنم. آره تموم شد. یه چیزی مونده که باید نشونتون بدم. یه لحظه اینو بزنم. اینجوری میشه. من خیلی عقده. خب گایز حالا اومد اینجا واسه تست وسایلا. آره همونش که میبینی اتاق به هم ریخته هست حسابی. آره باز ریکوردینگ یک. حالا من نمیدونم کدوم میکروفون وصله، ولی آره اوکی. USB اوکی رترو کنم. الان یادم اومد، یادم رفته بود که میکروفون داره. ولی خب هر سه تاشو میزنم که امتحانشون کنیم. هر سه تا اینا رو کلا صفر میکنم. آره یک
یک دو اوکی. اینم میبندیم و اوکی رو میزنیم. دیفالت نه. اوکی اینم میبندیم. یک کلا دیگه نیست. اوکی حالا اینم میزنیم. یک هم برو. یه چیز دیگه میمونه، اونم اینه. فعلا اینو میبندم. درسته ببندم و نبندم هیچ فرقی نداره. نمیدونم کدومه ولی همین اولی مایک چیز اینجا نوشته. اینو باید کنم. یک نمیدونم من کدومه ولی یک کدومی یک آها خب اگه اشتباه نکنم این مایک باشه. یک آره با این صداش زیاد میشه. یک دو مو یک دو سه چهار یک دو و مثلا با این صداش کم میشه. یک اوکیه. خب اینو کدوم بود الان؟ این بود یک. این کدومی؟ یک آره خب همین. اینو ریموو میکنیم و ریموو این دفعه دومی که ببینم میشه مال کدوم. فکر کنم مال این باشه. نمیدونم. آره اینم مال هدست، میکروفون هدست. این دست میزنم به صدا زیاد میشه. نمیدونم صداش چجوری. حالا خودتون دیگه تو کامنت ها مقایسه خودتون مقایسه کنین تو کامنت ها بگین کدوم بهتر بود. مثلا من باید این باید بهتر باشه و اگه فرق بین این و این نباشه من خودمو میکشم. و آره رفت به درک. یس اینم هم مایک چیزه. یک مایک مال وبکمه. اینو حالا اینو روشن کنم. اینه کیفیتش. تو کامنت ها بگین که چجوریه. دیگه من نمیدونم، خودتون بگین. که خب این مال کم بود. همین. میکروفونش هم چجوریه تو کامنت ها بگین که آیا خوبه بده و
بیرد سر با این بس اینو خاموش کنم. این محسابی هم داره. حاجی من فراموشی گرفتم. زیاد توجه نکنین لطفاً. قسم اینو باید خاموش کنم. نه این نمیشه. اینجا میشه. چه حال پسر. ولی کیفیتش خوبه. سه تا حالت داره. اوکی. اینو نه واسه اینو روشن کنم. یه چیزی جالب دیگه دقت کنید، صدای چیزم قطع میشه. صدای یادم رفت. صدای میکروفون خودش هم قطع میشه. میتونم اونجا رو نگاه کنین. بله اینو نگاه کنین. قطع شد. نه کامل داشت. الان قطع شد. همین قطع شد، هم میکروفون قطع شد. و آره دیگه. کمرم بذاره پوز برم. دراز بکشم. گایز مرسی که ویدیو رو دیدیم. خلاص اگه ویدیو بد بود، تصویر خراب بود، نصفش گرفته شده بود، نبود، من سعی خودم میکنم تو ادیت بهترینش رو بذارم. و لایک و کامنت و سابسکرایب و اینا یادتون نره. تا ویدیوی بعدی اینو میخوام خیلی خفن برم. نکشه موضوع تا ویدیو بعدی پیس.